یادی لیف نده بری برنامه زنده رود شهریاری. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، تشکر که ما رو همراهی کردید، قدمتون رو گذاشتید روی تخم چشم بنده و تشریف فرمای مجلس شدید. دو مهمان داریم، یکی استاد قدرت الله ایزدی و یکی استاد حسن اکلیلی. آقای ایزدی اگر سلامی هست. به نام خداوند جان و خرد که هرچی میخوایم برامون میخرد. به نام خداوندی که جهان را آفرید و خورشیدش که به آن تابید و مرا در شکم مادر 9 ماه پایید و مادری که مرا زایید و پدری که مرا نان داد. من میکروفون میدم خدمت آقای اکلیلی اگر صحبتی هست با مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام مردم که از رسانه‌ها و تلویزیون همه جا دارن ما رو تماشا میکنن. همراهیمون کردیم تا اینجا. تشکر قدردانی. امروز هم این که داشتم میمدم و اینجا استیج داشتم، آقای ایزدی خدا میدونه یکی از دوستان من که از فرمانده‌های نیروی انتظامی سواری ماشینش کردم داشتم میبردمش، یهو گفت که آقای اکلیلی یه قانون جدید اومده که برای خانم‌های بعد حجاب و مانتوهای جلو بازنفری 500,000 تومان جریمه میکنن. خدا میدونه. نه بابا، یعنی الان دیگه میخوایم بریم زنم رسونی باید قبلش یه خلافی از دختر بیجیری. دست دارم